ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори даҳумро аз рӯи достони нависанда шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. شعرکی آریان. عشق آسان و مشکل. عشقنامه ستار بهمن. رشته نقل طبیب پروفسور را برکنده بود زنگ تلفن از سر نو. یعنی زوجم زنگ میزد، گویا خواطر بود از آشکار و عیان گشتن کدام اسرار، سیر و اسرار که گویا به وی هم دخل داشت و برای آشکار نشدن سیر و اسرار بیشتر دنیا مرا زود یافتن و خانه دعوت کردن میخواست. یقینترش مرا سخت تنبیه دادن میخواست برای از نو غیب زدن، یا شاید کوچه ها را کافته، میکده ها را دیده مرا نیافته با گمان به کارگاه هم زنگ زده که چون گوشک را بردارم بیاید برای بردنم خانه. به این زوجه همیشه و همین طور من گویا لازم بودم و گویا لازم نبوده. از دل گذرانیدم ناگهان از چه باشد. پروفسور حلق قاق شده خود را با وسیله قدح دیگر شراب تر کرد و به من نگریست و ادامه بداد. در مضافات که با هیئت کمیسیه تفتیشاتی حضور داشتم، اون تاریخ نامه را، اون نامه طبیب را از چی باشد به خود گرفتم. چی لازم بود برایم نمیدانستم. باز آشامیده بود پروفسور میتال. هنوز حیرت زده بودم. رویدادهای حیاتش را از چه باعث آشکار می کند برای من؟ هرچند فکر و وجودم کیها به جنبش و گمان رفته که شاید این به سرگذشت زوجه من هم دخل داشته، یا شاید برای آن گفته طبیب اینها را که نویسنده هستم و در اساسش چیز انشا کرده بتوانم. بعضن همین طور سرگذشت های خود را حکایت کنند آدمان به قلم کشی، خاصه شکست خورده ها زیاد بخواهند تا کسی از پی حق نشان دادن اونها یا پیوند کردن شرف شکستهشان انشا بکند سرگذشتشان را و بعداً به نشر برساند. ولی یک چیز عمیق بود. ادامه داد پروفسور. یعنی رویداد وابسته شخص اولی منطقه قره‌بیکوف و معشوقه بازیگر وی نمی بود. ممکن می ماندم یک عمر در مضافات. نیرو و قدرت و استعداد نهان خود را تا آخر آشکار کرده و استفاده برده نمی توانستم. یعنی برای رو زدن و استفاده نیروهای نهانی کس بعضن ضربه و تکان لازم بوده. رویداد وابسته بانوی مضافات و بازی‌های نهانی وی نمی بود، شاید پرواز نو گرفته پایتخت نمی آمدم و تکامل دیگر نمی یافتم، شاید به علوم نمی پیوستم، شاید به پیشروی های دیگر نائل نمی گشتم. یعنی حوادثی برخیزانده او واداشته بود تا نیروهای هستیم به جنبش و تکان درآید، آنها را برای مقصدهای پیش گذاشته خودم استفاده برده توانم. شاید از این باعث تاریخ نامه اصلی معشوقه بیمار را همچون نشان تکان زندگی خود گرفته بودم که بعداً فهمیدم. پروفسور که سراسیمه نشده حکایه را به زبان آورده بود، برای گلوی قاق شدهش را از نو تر کردن یا شاید برای سرخوشیش را افزودن یک قدح دیگر عرق آشامید و چون عادتش خورش را استفاده نبود، یعنی دهان شیرین نکرد، بلکه سخنش را ادامه همی داد. بعد اون مراتب
که مرا از کار مضافات رانده بودند، دیگر باور نداشتم روز رانده توانند از نو. خاصتاً بعد این قدر تحقیقات علمی و طبی را انجام دادن، به زینهای بالا رسیدن. ولی معلوم گردیده هیچ اعتبار نداشته این همه نزد منفیت‌های سیاستبازان، راهبران و کسان با نفوذ که در همه جا تأثیر رسانیدن یا نفوذ نشان دادن را راحت و کیفیت بدانند. پیروزی همنشینان خود را و قریبان خود را تأمین کردن را عملی گردانند. در این راه منفعت‌های طرف دیگر را، قربان شدن آنها را بالکل یا قریب به اعتبار نگیرند. یقین‌ترش برای آنها این همه اهمیت ندارد. مهمش برای آنها کسان را از سر راه منفعت‌های خود و همکاسه‌های خود و همدل‌های خود دور افکندن باشد، زبون کردن باشد. همین خیل رویه و تمایل دارند که همیشه خود را عدالت پیشه و پشت و پناه حقیقت شماریده، اکثر به بی‌عدالتی و نیرنگ و حیل دست دارند که نام آن را سیاست بنامند. در اصل به هیچ کس کفالت هم داده نشده که روی زمین کارش مدام پیشرو و یکسان بماند. در همه جا و همه حالت از ضرب و شکست ایمن نبوده آدمی زاده. حتی در حالت پروازهای بلند که آسمان پهنا پیش رویت ایستاده، مانعه و خطر به نظر نمی رسیده، ولی یک و یک بار سر می زده، مانعه و یا تیری کین و قصاص می پریده جانبت. برای من چنین شده بود بناگاه. البته با آدم سخت می رسیده شکست خوردن، از وظیفه و مرتبه رانده گشتن، خاصتاً بعد اعتبار بی‌حد دریافتن و اندرون این شکوه و شان مدتها زندگی کردن و تا حد به این عادت نمودن. بعضاً شکست می رسیده از چیزی تماماً ناعیان، تماماً نظر ناگیر. من که در این میان بلکه تا این ایام بارها در سیمپوزیوم و جلسه های علمی منطقوی و بین الملل شرکت داشتم. بعضی کشورها به مرکزهای تحقیقاتی و طبی خود به کار دعوتم می کردم، ولی مدام به وطن برمی گشتم که اینجا ضرورتر باشد ملکه و خدمتم. هرچند اکنون از دست چند نفری هموطن رانده شدم، بلکه این نفران نه تنها از من بلکه از مردم خود، از کشور خود غالب گشتند. یعنی غالب می شوند زمره چنین در یگان ایام و چینک تاریخ. بلکه منفعت‌های شخصی ناارزنده و ناچیزک و پوچک و کفکالوده غرورآمیز آنها غالب می شود، بعضاً از منافع قوم و ملت. هرچند آنها در نظر آرام و زیایی، عدالت پرور و میهن پرست جلوگر میمانند، ولی در اصل افلاسی هایی به میان میارند که تلفن زنگ زده بود از نو، بلکه طولانی زنگ میزد، بلکه به تکرار. این تلفنی بانوانی بانفوذ یا مردانی بانفوذ آنها بوده که در میافتم از پدید آمدن شمارهشان در آینچه خودنما. مضمون به آنها زنگ زده زوجه من، وضعیت را فهمانده، از این موجب از پی سراغ و کافتوکاب من شده این اشخاص. یعنی کاری وابسته من گسترده گردیده. آنها اینجا تلفن کرده که شاید در اتاق کاریم باشم و بعد زنگشان را شنیدن، رقمشان را دیدن، گوشک را بردارم. یعنی بعد زنگ زدن زوجم اگر گوشک را نبرداشته باشم، بعد زنگ آنها ببردارم. اما دست طرف گوشک تلفن نمی بردم.
فقط بعد خاتمه یافتن زنگ‌های تلفن پروفسور طبیب ادامه داده بود. ولی در زندگی روی زمین چیزی اساسی همین که آدم هنوز زنده، هنوز جانش را از قالبش پوره کشیده بیرون نآوردن. یعنی آدمی جاندار اراده خود را گر قوی‌تر بسازد و استفاده برده تواند آنگاه از ضرب‌های زندگی معنی برداشته، زینه پایه‌های ساخته، به آنها تکیه نموده امکان بالا رفتن پیدا بکند. یعنی تو را ضربه زدند ولی این تکان را به مقصد خود استفاده برده بتوان تا جنبشی بیشتر احساس شود برای زندگی. خاصه زندگی من بعده ضربه ها بوده که من طبیبی روحشناس هم شده، یعنی پسیخولوگ، یعنی عصب شناس. ضربه های نوبتی شاید امکان بدهد نیروی باقی مانده جسمانی و عقلانی هم را گر آنها به ذیل قدیم مانده باشند بار دیگر بیدار ساخته استفاده برده توانم. خوب فرصت است بدانم از نیروهای اندرون جسم چه ذره مانده. یعنی من روم باید جانب ملک‌های دور که خیلی باز دعوت هم می کردم، ولی تا این دم برای پرواز گرفتن به آن دوری ها تکان نمی رسیدم. یعنی ضربه لازم بوده، چنان که میان سیله گنجشکان سیر و کاهل و غافل شده سنگ و کلوخ نفتت با سرعت پرواز نگیرند، بالاتر و دورتر نروند. البته در حالت ضربه خوردن چنان که یک باره به عمق آب رفته‌ای همانا دست و پا جنباندن نتوانی. از پی نجات شدنت همانا امکان ندارد که من در این حال و افزا باشم. یک سببی نزد تو آمدنم نیست و به گمانت کدام چیزهایی برای تو نادرکار حکایت کردنم نیست، شاید همین باشد. یا گفته سبک شده به شنا، بلکه به پرواز نوبتی آماده شدنیم. زیرا برای پرواز هم کمی سبکی لازم. بعد مقدم از سفری دور خواتیری و تشویش ناعیان برخیزد که در جایهای دیگر چی منتظرت استاده. آن جایها آموخت شده می توانی مگر به شرایط و آدمانش مطابق گشتنت امکان می گردد؟ آیا خاصتاً با سرعت دلخواه این چگیل‌های آینده شماریده بشود؟ ولی هرچی نباشد تکانی نو پیدا گشته در زندگی که آگاه کند اینجا ایستادن دیگر ممکن نیست، زیرا اینجا امکان ندهند برای تحقیق و کشفیات آینده. زیرا همراه کافدره لابراتوری پژوهشی و حجره طبابتی از دست من ربوده شده. یعنی در این سمت امکانی عملیات را از من گرفتند که بی مشغول بودن به چنین کار دیگر نتوانم. پس پرواز باید گرفت به سمت غیر. یعنی سری زلفی تو نباشد سری زلفی دیگری. ولی در اصل از رقیبان دامنگیر نیستم، بلکه از آنها سپاسگزارم که کس را بعضن به تکان و جنبش بیاورند تا رو بسازی سمت دیگر، یعنی راهی دیگری پرواز و حرکت را بجویی. چنان تکان و جنبش داده توانند رقیبان بعضن. هنوز حیران بودم چرا این همه را به تفسیر گفته برای من پروفسور، و جرعه نوشیده بود از نو، بلکه یک قدح پر را فرو کشیدم. همه گمان کنند من میزده، زیرا حتی میزده ها ننوشند چینی من. نه، بنوشم دمهایی که بی علاج ماندم، یا علاج میکابم یا علاج الکی دریافت شدم. دیگر وقتها
نوشیدن می حاجت نباشد. می برای رهکشایی خدمت کند باید، نه رهبندی. ولی افسوس برای رهبندی و کرختی و پکری استفاده میبرند اکثر آدمان این نعمت را. پروفسور مدتها توقف کرده بود. البته تو در حیرت باشی چرا مخصوص نزدت آمدم، چرا دلم را به تو کشادم، یا شاید برای آن که نویسنده باشی و قصه آفری دایری همین و باعثی برگشتی شان و شوکتی ریخته من شوی. ولی در اصل برای عالم قصه بالاتر از تحقیقات و کشفیات و اختراعات خودش نباشد. ببخش برای این آشکار گفتن، ولی در اصل نزد تو نویسنده دلم را کشادنم سبب دیگر هم داشته. زیرا چه خیلی که مقدم تاکید کردم کتاب‌های تو را گشته و برگشته مطالعه نمودم، خاصتاً وقتی که فشار به من روزافزون می شد. اونها را دست می گرفتم و تا دل شبها نمی ماندم. بار دیگر احساس می کردم نوشته های اولی تو، یعنی آغاز ایجادت سره، پاکیزه، معجزه‌وار و دلنشین بودم. امثال اون ایام ایجادت گر یکسان ادامه می یافت، نگاشته های تو در آینده های دور هم برای آدمان در کار می شد. سکوت کرده بود از نام مقدم از ادامه بخشیدنش. بلکه تو مثل من که 2 بار به بازی های پرمعما پیچیده‌ای در بازی های پرگره در مانده‌ای، بلکه کیها پیچیده‌ای ولی خودت نفهمیدم. فقط از این بازی ها خلاص خوردن، از تکانش به پرواز آمدن می توانسته باشی یا نه گفتنم دشوار. زیرا عمق بازی ها را صرفم نرفته ای تا هنوز، یا بازینگران را تا عمقشان درک نکرده ای. در این حالت خلاص خوردن نصیب می شده باشد یا نه وابسته است به خودت، زیرا به چی گیردا پیچیده ماندنت را پورا ندانی، بلکه تا عمقش صرفم نرفته ای. اما من طبیب باشم و دانم و دیدم دردهای زندگی بسا آدم را، از جمله دردهای نهانی تو را، درد روحانی هستی قلمکش را. آخر من باز روحشناس نیز باشم و نه تنها مریضی های جسمانی بلکه دردهای معنوی آدمان را بارها کشف کرده، نجات بخشیده یا برای این تلاش به خرج دادم. به این منوال می گفت طبیب پروفسور. اصلا عالم و تحقیقگر یا ایجادگر در نظر قدرتمند و توانا بتابند، گویا سالار و باوقار باشند. شاید همین طور هم بوده، ولی بعضن قوه های ناچیزه که و خار و ذلیل بازی دارنده توانند ایجادگر را، و همین ناچیزکان باعث شوند نیروهای در سر و دل و هستی تحقیقگر و ایجادگر پکر و کرخ گردد. یعنی بزرگترین استعداد متصل ناچیزک و ناسره بشود. طبیب سخنش را تا آخر نگفته قدح باده تلخ را برداشته بود، بلکه شیشه دوم را خالی کرده. هنوز اندیشه می راندم تحلیل پروفسور و فلسفه و منطق وی به چی می کشد، چی مقصد دارد. چرا نگفته که آن بانوی در نقلش آورده را به بانوی خاندان من چی مناسبت؟ خودم جرأت و قدرت پیدا کرده پرسیده هم نمی توانستم این را. باز زنگ تلفن بود که به زوجه من و دوگانه و شناسهاش، یعنی آدمانی با نفوذ و یاوران آنها دخل داشت که شاید
از خیابان و میکده های شهرستان مرا نیافته اینجا زنگ زدند. یعنی زوجه سخت در اضطراب باشد، خاصتاً چند هفته آخر چنین تابد و حالا اضطرابش از حد و حدودش گذشته. برای همین دیگران را به پا خیزانده است، یعنی برای پس زدن اضطرابش، بلکه از بین بردن سبب اضطرابش. اما چرا اضطرابش از حد گذشته؟ همان اضطرابی که از دمی با پروفسور روبرو زدنش در خاندان ما سر زده، با تشویش ها افزوده. گویا همین طور بود. پروفسور ادامه همی داد. قصه کوتاه برای دفعه دوم آمدن و بعضی سخنها را گفتن سبب شده اصلا کتاب های تو، زیرا نوشته های تو را می خواندم و باری دیگر به خلاصه می رسیدم آغاز ایجادت پر بوده از عشق و محبت، از پاکیزگی و صمیمیت، از احساس نازک و معجزه‌بار، خلاص پر بوده از روشنی چشم رس. و همینطور گر پیش رفته می توانستی، اثرهایت 10 ساله های آینده هم ضرور می شد برای زندگی و برای زندگان. اما بر می آید بعداً در ایجادگری محروم مانده ای از کدام تأثیر رسانی مفید، از کدام چشمه مصفا که ایجاد تو را پاکیزه و جان بخش و نیرومند می داشته. یعنی کدام یک سرچشمه که تو را در اول تازه می کرده، معنوان می شسته. شاید و یگان بانو بوده یا باعثی تکان دیگر بوده که انیق ندانم. کدام سرچشمه که تو را همیشه تازه می کرده، امثال خودش در اول ایجاد. شاید یگان بانو بوده که محاکمه پروفسور خیالهای مرا می برد جانبی بانوی چاپگر که مبارک نام داشت. آن چشمه زلال و بیغش و تشنه شکن. پروفسور چکره های آخری می را به قدحش ریخته دم بکشید. خلاص چون شراب شیشه دوم به آخر رسید، گفتارش هم به آخر رسیده بود. گویا دیگر چیزی نمانده برای ذکر نمودن. بعدن زور زده برخیستن میخواست. مگر میلی رفتن داشت؟ حالا یقین مست بود، ولی پایهاش برداشته میتوانست جسمش را هنوز، و زور زده از در بیرون شدن میخواست. بعدن از زینه ها پایان همی رفت. سراسیمه نبود، مثل اندیشه های ابراز داشته خودش آهسته حرکت میکرد. از دری کشاده دفتری کاریم بعدن از تیریزه آن مشاهده می کردم رفتن پروفسوری به ژرف خیال پیچیده را. پروفسور که متصل قدم برمیزد، دورتر شده میان سایه روشنهای کدام جای شهرستان عظیم که کوچه و پس کوچه زیادش 1000 خانه های شکمبه گاو برین بود میگود. نقلیوه را وابسته بانوی مضافات به یاد می آوردم باز و اندیشه می کردم چرا پروفسور آن را تا آخر نبرده و رفتار و عملهای آن بانو غیر تکان بخش کار و پیشروی های پروفسور شدن چی نهان داشته اندرونش و کی باشد همان بانو؟ و مگر به بانوی خاندان من علاقمندی دارد؟ همین سوال مرا لرزانده بود. شما گفتاری دهم را از روی داستان نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجاев. پایان گفتار از سلسله
خانش ادبی.